چرا بعضیا تو اینستاگرام روزی 100 تا محصول میفروشن ولی بعضیا بعد از 3-4 ماه فعالیت ناامید میشن. سلام رفقا، من برنا 20 هستم و خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای چنل برنا پلاس. رفقا تو این ویدیو قراره که یاد بدم چجوری یک آنلاین شاپ تو اینستاگرام داشته باشید و محصولات خودتون رو اونجا بتونید بفروشید. خیلی ساده، رایگان، به نیازی هم به هیچ پکیج آموزشی اینستاگرامی هم نیستش. فقط همین ویدیو رو ببینید خیلی به کارتون میاد. اول از همه به این سوال جواب بدم که آیا برای اینکه ما بخوایم توی اینستاگرام فروش بالایی داشته باشیم حتما باید فالوورای زیادی داشته باشیم؟ نه، مطلقاً اینطوری نیست. شما ممکنه 100 تا فالوور داشته باشی ولی کلی فروش براتون ایجاد بشه، مثل تغییراتی که اخیراً اینستاگرام توی الگوریتمش داده. یعنی اینکه شما حتی نیاز نیست فالوور داشته باشید، خودش محتواهای شما، ریلای شما رو منتشر میکنه و پروموت میکنه و به اون وسیله برای شما ممکنه مشتری بیاد. در انتهای ویدیو هم 20 تا از پرتکرارترین سوالاتی که در این حوزه وجود داره هم جواب میدم. پس حتما تا آخر ویدیو بمونید. قبلش یادتون نره برای حمایت از این چنل حتما این چنل رو سابسکرایب. حالا اول از همه از کجا شروع بکنیم؟ انتخاب یک بازار مشخص و هدف. اگر ویدیوهای آموزش فروش توی دیجیکالا یا دیوار من رو دیده باشی که این بالا کاردش میکنم و پایینم توی دیسکریپشن میذارم لینکشو، متوجه شدید که ما یک مخاطب خاصی رو انتخاب کردیم و در یک بازه زمانی مشخص. پس شما اگر میخواید که مثلا در حوزه زیبرالودیا جواهرات فعالیت بکنید، بگید مناسب خانم‌های 20 سال تا مثلا 35 سال. توی این مرحله شما باید چند تا کار خیلی مشخص انجام بدید. اول از همه پرسونای مشتریتون رو مشخص بکنید، مثل همونی که گفتم، یک خانمای 20 ساله تا 35 ساله. مورد بعدی، پیجتون یه سر و شکلی بهش بدید. عکستون عکس مهمونی طور نباشه. عکستون یک عکسی باشه که یه نفر دوست داره ازش خرید بکنه. عکسی باشه چارچوب داشته باشه، زیبا باشه، دور نباشه عکست. یه عکس خیلی استاندارد، اگه چهره خودتونه. اگه نه لوگوتون رو قرار بدید. هرچی الان لوگو کمتر باشه بهتره، برای اینکه اولش بخواید استارت بزنید. زمانی که لوگوتون شناخته شد میتونید از لوگوتون هم استفاده بکنید. هایلایت های منظمی داشته باشید، رضایت مشتری داشته باشید. حتی شده فامیلاتون هم ازتون خرید کردن، بگید بهتون رضایت مشتری بگن. این باعث اطمینان خریدار میشه. بخش بعدی، طراحی یک پیج فروشگاهی حرفه‌ای. سوال پیش میاد چه نوع پستایی باعث فروش میشه؟ پستایی که ترکیبی از معرفی محصول باشه، آموزش باشه، نظر مشتری باشه و پشت صحنه. برای چی؟ برای اینکه مخاطب باهاتون تعامل بکنه و باهاتون یک ارتباط احساسی برقرار بکنه، چون شما قراره که حس به اون افراد بفروشید. مثلا اگر احساس میکنی که توی استوریاتون میتونید از پشت صحنه استفاده بکنید، از پشت صحنه استفاده بکنید. اگه نمی‌بینید پشت صحنه خیلی باحال، قابلیت وایرال شدن داره، میتونید توی ریلاتون ازش استفاده بکنید. اگر یک آنلاین شاپ برید لباسه، توی استوریاتون نحوه نگهداری لباس رو توضیح بدید. چجوری میتونید یک لباس رو سالم نگهداری. این باعث میشه که افراد همیشه شما رو بالای فید اینستاگرامشون داشته باشه. حالا کپشن چی بنویسیم؟ اول از همه داستان محور باشه. دومیش سیتی مشخص داشته باشه. مثلا برای خرید این با این شماره تماس بگیرید. برای خرید این به واتساپ ما پیام بدید. لینکش داخل صفحمون هست، میتونید بزنید از واتساپ سفارش بدید یا اصلا هیچ کدوم از اینا دایرکت مسیج بدید. مشخص بکنید که من میخوام اون لباس کوفتی رو بخرم، از چه طریقی بخرم. حالا من میخوام که اعتماد مشتریامو جذب بکنم، کسایی که میان اعتماد سازی بکنم. چی کارا میتونم انجام بدم؟ 3 تا راهکار داره. اول از همه همونجوری که گفتم، پشت صحنه باعث ایجاد اطمینان میکنه. یعنی که نه، یه بیزینسیه که سفارش داره بسته‌بندی میکنه، خیلی خوب. مورد بعدی رضایت مشتریه. رضایت مشتری که ازتون خرید میکنن رو قرار بدید. مورد سوم ارسال فوری یا تضمینیه. شما اول کارتون باید ایجاد اطمینان بکنید، به خصوص اینکه ممکنه خیلی فالوور نداشته باشید، انگیجمنتتون پایین باشه. باید از این ضمانت ها بدید. این هزینه‌هایی هم که ممکنه براتون داشته باشه بذارید جزء بخشی از مارکتینگ. بخش سوم، تکنیک‌های فروش واقعی. چطوری فالوورامو تبدیل بکنم به مشتری؟ 3 تا راه خیلی ساده. تکرار یک داستانی که توی پیج شما اتفاق میفته. اینکه این محصولات چجوری تولید میشن، من چه آدمی هستم، چجوری اینا رو دارم ارسال میکنم. داستان سرایی بکنید. تکرار داستان سرایی. مورد دوم، تخفیف‌های هوشمندانه. مثلا جیمنس نباشه، همیشه تخفیف داره. یه دونه برداری 2 تا ببر. من نمیدونم پیاز سیب زمینی چیه مگه. بازم البته اون یک مدل بیزینسی خودشونه. کاری ندارم. ولی برند رو خراب میکنه. به موقع باشه، سر زمانش باشه. افراد زمانی که میخوان خرید بکنن سر ماه باشه، پول ندارن. اول ماه باشه، پول دارن.
و مورد سوم، پاسخ سریع. نه اینکه الان به دایرکت بده یک هفته بعد جواب بدی. کاریت کرد رفت خانم آقا رفت. شما کاری که باید انجام بدید شده نفراتتون کمه، هر چیزی هست شده باید برید از این سامانه‌های پاسخ هوشمند به دایرکت بگیرید اینا بخشی از سرمایه‌گذاریتونه. چون مشتری سرد میشه، جواب دادی ندادی پرید. مثل کاری که ما توی همین استودیو انجام میدیم. ممکنه که مشتری بعد موقع زنگ بزنه، سعی می‌کنیم قلابو بندازیم و اون مشتری رو نگه داریم. اون مشتری اون لحظه تصمیم گرفته زنگ بزنه و مثلا از خدماتمون استفاده بکنه. نباید بزنیم بره بقیه جاها رو آمارش رو بگیره. همون موقع باید قاپشو بدوز. حالا با چجوری میتونیم فالوورای هدفمند پیدا بکنیم؟ کسی که بیان از ما خرید بکنن دیگه. همکاری با پیج‌های مرتبط، تبلیغ دادن، مسابقه برگزار کردن، یه سوالاتی مطرح بکنید، یک چالشی رو مطرح بکنید و در قبال جایزه بدید. و توی اینستاگرام کلاب کردن هم کلابریشن کردن، یعنی پست‌های مشترک اشتراکی هم خیلی میتونه جواب بده. از این روش هم استفاده بکنید. ممکنه شما جوراب میفروشید، یک فروشگاه دیگه کفش میفروشه. شما دو تا با هم میتونید کلابریشن بکنید و فروش جفتتون افزایش پیدا کنه. چه تبلیغاتی بازده بالاتری داره؟ ببینید هر پیج، هر شهر، هر محصول با هم دیگه فرق می‌کنه. اول از همه بگم اگر زیر ساختاتون مناسب نباشه، تعداد پست‌های مناسب نداشته باشی، اگر کیفیت خوب نداشته باشه، اگر رضایت‌مندی این سری کارهای پایه رو انجام نداده باشی، تبلیغ کردن خیلی به دردتون نمیخوره. ولی اگر خیلی تستیشو بهتون میگم، خیلی سادهشو بهتون میگم، با 3 تا پیج کوچیک تخصص تبلیغ رو شروع بکنید، عیار مشتریاتون دستتون بیاد. هیچ وقت توی تبلیغات انتظارتون نباید این باشه که من تبلیغ میدم و کمبودهای من توی بیزینسم رو اون پیجی که داره تبلیغ میکنه باید گردن بگیره. اون داره محتوای خودش رو تولید میکنه. شما قبلش باید تحقیق بکنید که آیا این پیجی که میخواید تبلیغ بدید فالوورش واقعیه یا نه. اگر واقعی بود دیگه بقیه‌اش به عهده شماست. یا اون پیج رو درست انتخاب نکردی، یا تبلیغتون درست نیست، یا CTRتون مناسب نیست، یا در اصلا دایرکت داده آقا میخوام این محصول بخرم ولی شما جواب نمیدید. بخش چهارم، قبل از اینکه بخوام به اون 20 سوال مرسوم جواب بدم، اونم اینه که چه اشتباهات رایجی رو عمدتاً خیلی از پیج‌های اینستاگرامی انجام میدن. چرا بعضی از پیج‌ها با وجود فالوورای خیلی بالایی که دارن فروش بالایی ندارن؟ چند عامل مختلف داریم. یک، اعتماد سازی نکردن، فقط با محتوای فان اومدن بالا. اون فرد رو فقط برای محتوا دنبال می‌کنه. ازش انتظاری نداره که چیزی بهتون بخره. مورد بعدی، پیجتون و برندتون ممکنه بی‌هویت باشه. یعنی اینکه معلوم نیست دیگه، همه چی داری توش میفروشی، اصلا داستانی پشت برندت نیست. و یکی دیگه، محتواها دیگه خیلی تکراری شده. اگر تکراری بشه خود اینستاگرام بهتون صدمه میزنه. باید دائما ترندها رو دنبال بکنین و اون خط ترندها حرکت بکنین. مورد بعدی، آیا تخفیف زیاد بدیم یا نه؟ ببین گاهن میدونم شما ممکنه چک داشته باشید، داخل فروشتون رو یه لحظه ببرید بالا، یا چکی پاس بکنید، اجارتون رو بدید، قبضاتون رو بدید، میگید من یه تخفیف بذار فعلا یه نقدینگی بیاد. دو تا ضرر براتون داره. شما تخفیفی که دارید میدید باعث میشه که از سودتون کم بشه. مورد اول. مورد دوم، مشتریاتون بدعادت میشه. موقعی که تخفیف ندارید نمیخرن، تخفیف دارید میخرن. اینجوری شما همیشه تو ضرر بیفتید. مگر اینکه مثلا مثل همین جینبسی که گفتم قیمتتون انقدر بالا ببرید که تخفیف بدید تازه بشه مثل بکه. اون هم نیاز به یک پوش تبلیغاتی بزرگی داره که میدونم خیلی از کسانی که کسب و کارهای خانگی دارن بتونن این کار رو انجام بدن. خیلی خوب، حالا بریم سراغ 20 سوالی که تو این حوزه مرسومه، به اونای خود جواب. فقط قبلش یه سورپرایز دارم برای کسایی که سابسکرایبرای چنل هستن و ویدیو رو تا اینجا دیدن و زیر این پستم قراره که این چیزی که میگم رو کامنت بکنن. اگر قراره که آنلاین شاپ بزنید، چه محصولی میخواید بفروشید، این پایین کامنت بکنید. به مدت یک هفته بعد از انتشار این ویدیو، یعنی تا انتشار ویدیوی بعدی، فرصت دارید بنویسید محصولتون رو. من قرعه کشی میکنم 3 تا از نفراتی که این پایین کامنت گذاشته باشن رو انتخاب میکنم، باهاشون در ارتباط خواهم بود و بهشون مشاوره میدم که بتونن آنلاین شاپشون رو توسعه بدن. حالا بریم سراغ اون 20 سوال. برای فروش لازم سایت داشته باشیم؟ نه، اینستاگرام کافیه. اگر اسمارت بیزینس هستی کافیه، نیاز به سایت داشتن نیستش، چون سایت دردسرای خاص خودش و هزینه‌های جداگانه‌ای داره. خب یه نکته خیلی مهمی هم که وجود داره، سایت باعث ایجاد اطمینان میشه. ولی اگر اسمارت بیزینس هستید فعلا لازم نیست. حتما باید کار فیزیکی داشته باشم برای فروش توی اینستاگرام؟ نه، خدمات و محصولات دیجیتال هم میشه. خب طبیعیه دیگه، خیلی دوره دارن میفروشن توی اینستاگرام. بدون تبلیغ هم میشه فروش داشت. آره میشه، ولی رشدش خیلی کندتره. اصولا تبلیغات یک مکملن برای یک بیزینس که بتونه زمان رو بخره و به اون اهدافی که داره زودتر
برسه. کپشن چقدر مهمه؟ کپشن درست الان خیلی‌ها میگن دیگه مهم نیستش، هوش مصنوعی اومده دیگه، اینستاگرام و یوتیوب و اینجور چیزا دیگه به کپشن خیلی اهمیتی نمیدن. برعکس اون خیلی از افراد اتفاقا کپشن رو میخونن و اطلاعاتی که داخل اون وجود داره رو بررسی میکنن. عکس محصول چجوری باشه؟ نور طبیعی، زاویه مناسب. ببینید الان با گسترش هوش مصنوعی خدا رو شکر این اتفاقاتی که افتاده، شما میتونید یه عکس خیلی ساده بگیرید و هوش مصنوعی براتون تبدیل بکنه به یه عکس فوق العاده درجه یک. از پرامپتایی که میتونید بدید به چت جی پی تی هم استفاده بکنید، یه عکس ساده بدید بهتون یه عکس محصولی میده. اسم پیج مهمه، خیلی باید ساده باشه و خیلی مهمه، باید ساده باشه و قابل فهم. لوگو لازمه، بله، برای برندینگت کمک میکنه. لوگو برندت نیست، لوگو یک بخشی از برندت. فالوور فیک بزنیم هرگز. شما فرض بکنید یک پیجی یا یک چنلی دارید که 1,000,000 سابسکرایبر یا دنبال کننده داره. این فرد وقتی فروش نداشته باشه به چه دردی میخوره؟ فقط یه عدده. چه ساعتی پست بذاریم بستگی به مخاطب داره، خیلی فرق میکنه. اگر این سایت خود اینستاگرامتون رو نگاه بکنید متوجه میشید که چه تایم هایی بذارید بهتره. ولی گاهن بهتره برای اینکه شوکی به پیجتون داده بشه سعی بکنید که هر 3-4 تا در میون تایمای غیر استانداردتون هم محتوا بذارید. نه که یهو مثلا 3 صبح بذارید، نه، مثلا همیشه شب میذاشی یه بار صبح اول وقت بذاری یا ظهر بذار. باید هر روز پست بذارم؟ نه، ولی باید منظم باشه. هفته 3 یا 4 تا خیلی استاندارد. اگه کسی دایرکت نده برای خرید محصول چی؟ داستانت رو قبول نداره اون فرد یا محصولت رو قبول نداره، سعی کن پروموت بهتری انجام بدی، داستان بهتری بذاری و فرد رو ترغیب بکنی به وسیله گیفتای خیلی کوچیکی که بهش میدی، کال تو اکشن داشته باشی، بتونه کلیک بکنه و دایرکت بده یا سوال بپرسه. مثلا اگر شما خیلی دارید اطلاعات رو کامل میدید، سعی بکنید یک بخش از اطلاعات رو نگه دارید، افراد برای داشتن اطلاعات بیشتر مثلا به دایرکتتون مراجعه بکنن، شما توی اون دایرکت بقیه اطلاعاتو بدید و محصول خودتون رو پروموت کنید. از چه درجه پول دریافت کنم؟ خیلی دیگه کلیه دیگه، یا کارت پای کارت یا درگاه‌های پرداخت امن، خیلی زیاده. ارسال با چی باشه؟ تیپاکس فاجعه است ولی تقریبا تنها گزینه‌ایه که در دسترس همه است. یا با پادرو اینها هم میتونید کار بکنید، یا حتی اگر هم پول ارسال رو از قبلش میگیرید میتونید با پست ارسال بکنید، یه مقدار سیف‌تر ادا در سر تیپاکس نداره. چطوری اعتماد سازی کنیم؟ توی ویدیو گفتم رضایت مشتری، ویدیوی پشت صحنه یا خیلی از کارهای دیگه. میشه بدون شهریه خودمون فروش داشته باشیم؟ آره، ولی چهره‌تو ببینن بهتر ارتباط برقرار میکنن، اعتماد بیشتری میکنن. کالای گرون بهتره یا ارزون؟ ببین بستگی به کالای خودت داره. مثلا برای یک ماشین 200 میلیون تومان ارزون محسوب میشه، ولی برای یه لباس 200 میلیون تومان گرون محسوب میشه. بعد ببین توی چه حوزه‌ای هستی، ببینی چه محصولاتی، چه مخاطبی داری، چه پرسونایی داری. اگه به بخش اول ویدیو من توجه کرده باشی این سوالو جوابشو دادم. این سوال خیلی مهمه. اول کالا بخرید یا سفارش بگیرید؟ اول از همه یه موجودی محدودی از کالاها داشته باش. بعد از اینکه فهمیدی چه محصولاتی فروشش بیشتره اونها رو بیشتر خرید کن. ولی اگر اسمارت بیزینس هستی هیچ وقت روی این قضیه ریسک نکن که همه سرمایه‌تو ببری تبدیلش بکنی به محصول، چون ممکنه فروش نره، فصلش عوض شه، ترندها عوض بشه و کالات رو دستت بمونه. اون وقت دیگه هیچ کس ازت نمیخره. چقدر طول میکشه به فروش برسیم؟ ببینید خیلی بستگی به این داره که شرایط چجوریه، ولی حداقل 3-4 ماه رو باید خاکخوری بکنید، هزینه بکنید، تولید محتوا بکنید. بعد از اون احتمالاً به درآمد خیلی خوب میرسیم. اگر از این سبک محتوا خوشتون اومده حتما توی کامنت ها بنویسید. در ضمن توی کانال بورنمی ساگی هم به صورت تخصصی تر قراره در رابطه با یوتیوب صحبت بکنیم. دمتون گرم که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. حمایتتون نره. این ویدیو رو هم حتما با هر کدوم از رفقاتون که آنلاین شاپ دارن به اشتراک بذارید. دمتون گرم. خدا نگهدار.